بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از بخش فارسی رادیوی مملکت عربستان سعودی توجه می فرمایید به شنیدن بخش از خطبه های نماز جمعه مسجد الحرام در مکه مکرمه و برگردان فارسی آن. خطبه را فضیلت مآب دکتر سعود الشریم، امام و خطیب مسجد الحرام، از منبر این مسجد واقع در جوار خانه خدا ایراد فرمودند. عنوان خطبه است امانت و امانتداری. اما بعد فیا ایها الناس، ما منا من احد الا وقلبه مشرئب الى الفلاح وبلوغه. فضیلت مآب دکتر سعود الشریم، امام و خطیب مسجد الحرام در مکه مکرمه، با ایراد خطبه های نماز جمعه در جوار خانه خدا بعد از حمد و ثنا و ستایش ایزد متعال و فرستادن صلوات و درود فراوان بر روان پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، خطاب به نمازگزاران فرمودند: ای مردم، هیچ یکی از ما نیست مگر اینکه دلش به سوی رسیدن به رستگاری امیدوار بوده و برای رسیدن به آن چشم امید دارد و هر دلی از این امیدواری به دور باشد بالایش به بیماری حکم می گردد، اگر به بالایش به مرده بودن قلب حکم نگردد. پس چه کسی عاقل و هوشمند است که رستگاریش را به طرف راست می نگرد، سپس به طرف چپ راه خود را در پیش می گیرد؟ و چه کسی است که رستگار نشد در حالی که با خود درباره رستگاری و کامیابی صحبت نمود؟ یا اینکه این شخص جاهل و نادان بوده و درک نکرده است و یا بیمار است که شفا نیافته است و در هر دو صورت رستگاری و کامیابی دنیا از آن او نخواهد بود. بدون شک مطلب و مرام رستگاری یک امر فطری بوده و انگیزه توأم با فطرت و آفرینش می باشد که درباره آن شریعت اسلامی بیان داشته و آن را مورد تأیید قرار داده است و به سوی آن تشویق و ترغیب نیز کرده است و برای رسیدن به رستگاری تشویق هم کرده است. بنابراین کامیابی و رستگاری را مرام و هدف قرار داده است که هر کدام با پیمانه هبه خداداد آن را تمنا نموده و بر آن اصرار دارد و برای رسیدن به آن همت می گمارد و ابراز امیدواری می کند، مگر اینکه از مهمترین انواع رستگاری آن چیزی است که سبب آن متعدی و فراگیر بوده، قاصر و کوتاه نباشد، شامل و دربرگیرنده بوده، تجزیه پذیر نمی باشد. و اگر برای رسیدن به خوبترین راه کامیابی عزم و اراده نمودیم و برای حصول بزرگترین آن قصد نماییم و برای در پیش گرفتن راه سودمندتر آن تلاش نماییم، همانا باید راه امانت و امانتداری را در پیش گیریم. راه امانت است که خدای متعال آن را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشت، پس آنها ایبا ورزیدند و از حمل و برداشت آن خودداری کردند و از آن ترسیدند و آن را انسان متحمل گردید. هر آینه انسان بسیار ستمگری، بسیار نادان بود و این امانت بزرگ است. ای بندگان خدا، آری امانت با مفهوم پهناوری آن که خداوند آن را برای آن اراده نموده است و پیامبرش آن را اراده نموده است. بنابراین می توان گفت که امانت ضد خیانت است، به مفهوم وسیع آن که خداوند و پیامبر از خیانت منع و نهی فرموده است، تا اینکه امانت درباره هر آنچه که ایزد متعال آن را فرض گردانیده باشد بالای بندگان در دین و درباره ناموسها و مالها و عقلها و جانها و معارف و علوم و ولایت و حکم و گواهی و قضا و اسرار و حواس پنجگانه و مانند آنها، چنانچه قرطبی رحمت الله علیه درباره آن گفته است که امانت و امانتداری همه وظایف دین را در بر می‌گیرد. سپس آن امکان ندارد که شخص امانتدار امین باشد مگر اینکه پاک و عفیف باشد از آنچه که در آن حقی نداشته باشد، در حالی که حق غیر را که بالایش واجب و لازم است ادا سازد.
و برای حفظ و نگهداری آنچه که به نزدش امانت گذاشته شده است سعی و تلاش نماید و درباره آن امانت کوتاهی و تفرید و فروگذاشت نکند. بنابراین کسی که در آن چنین ستایش ها و صفات جمع گردد، پس چنین شخص در دایره کامیابان و رستگاران قرار دارد که درباره رستگاران ایزد متعال فرموده است که ترجمه آن از این قرار است: بدون شک مؤمنان رستگار شدند تا اینکه ایزد متعال فرمود و آنان که برای امانتشان و پیمانشان رعایت کنندگان هستند. ای بندگان خدا، امانت نه تنها بخشی از تشریع اسلامی محمدی بود، بلکه امانت و امانتداری از بارزترین اخلاق پیامبران و انبیا علیهم السلام بود و این نوح و صالح و لوط و شعیب علیهم السلام بودند که هر یک آنان به قومش گفت: من برای شما پیامبر امین هستم. و پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در میان قومشان به صادق الامین معروف و مشهور بودند و به نام امین شناخته می شدند و ایزد متعال نیز این صفت را به روح الامین که جبرئیل علیه السلام است اعطا فرموده است. لذا در این باره فرمود که معنای آن چنین است: آن را روح الامین فرو آورده است، یعنی قرآن را روح الامین جبرئیل علیه السلام فرود آورده است. و فهم بسیاری از مردم از معنای امانت قاصر و کوتاه مانده است، لذا آن را به نگهداری ودیعت‌های مالی و مادی منحصر و خلاصه نمودند و با این فهم و درک وسعت را ضیق و تنگ ساختند، در حالی که این نوع از انواع امانت که متعدد و متجدد می باشد. لذا بجای آوردن واجب امانت است و ترک کردن چیز نهی شده امانت است و امر به معروف امانت است و نهی از منکر امانت است و حکم امانت است و رعایت و سرپرستی حقوق ملت امانت است و علم امانت است و حمایت دین امانت است و دفاع از حوزه دین امانت است و نگهداری وطن مسلمان و حمایت املاک جامعه امانت است. لذا هر یکی از امانتها با در برداشتن منافعش برآورده می شود و با دور کردن مفسده از آن تحقق می یابد. در این باره ایزد متعال فرمود که برگردان آن چنین است: بدون شک خداوند دوست ندارد کسی را که بسیار خائن، بسیار گناهکار باشد. ای بندگان خدا، اگر به کلمه امانت بنگریم، بدون شک در آن در می یابیم که در امانت و امانتداری معنای امان و اطمینان است. پس گویا که امنیت و آرامش و استقرار و ثبات همه اینها مرهون و منوط می باشد به تحقق امانت و امانتداری به وجه درست آن. پس امکان ندارد که ظالم و ستمگر در امن گردد و گناهکار در آرامش گردد و خائن خوشبخت نمی گردد و منافق رستگار نمی شود و ملتفت به جایی نمی رسد، در حالی که در قرآن کریم امانت در جاهای بسیاری یاد شده و از ضد آن تحذیر به عمل آمده است. شنوندگان گرامی، این بود بخش از خطبه های نماز جمعه مسجد الحرام در مکه مکرمه که از بخش فارسی رادیوی مملکت عربستان سعودی با برگردان آن استماع فرمودید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.